اللهم احفظنا. خداوند ما و شما را حفظ بکنه از بی‌ظرفیتی که با یک چک سفید بتونن ما را بخرن، با یه وعدی به یک پست و مقامی بتوانن ما را بخرن و عبد خودشان بکنن و از عبودیت الله ما را جدا بکنن. اون روسیاهی است، اون خاتمه به شر شدن هست که کسی بتواند تو را عبد خودش بکند غیر از الله. من و تو وظیفه داریم که عبد الله باشیم جل جلاله. اگر نشدیم خدا از ما توبیخ میکند و سوال میکند لمن الملک اليوم. در دنیا عبد من نشدی، آرت آمد که عبد من بشی. خزائن دنیا و آخرت در اختیار من بود. رفته عبد یک ذلیل شده که اونم میخواست بمیره و اونم مرد. الله حی لا یموته. امروز چطوری تو صورت من نگاه میکنید که رفتی عبد ذلیل من شدید که طوق عبودیت از گردن در آورد؟